بخوری این معنی چای خوردن رو بفهمی. به چه دلیل تو داری چای میخوری؟ اون آگاهی به رفتار خودت و به تفکرت، به روزمره، این باعث میشه که تو اون چیزایی که درون خودتیه کشفشون کنی. آگاهی ما بیرونی داریم، آگاهیم که من تشنمه این آبو میخورم، ولی آگاه نیستم الان به اصطلاح 1 دقیقه دیگه یا مثلا 5 ماه دیگه چه احساسی به من دست میده که من بتونم یه دوره کاری جدید شروع کنم. خب اینو وقتی که فکر میکنی به روزمرت، آگاهی درباره من این موبایل رو بردارم، خیلی خوب روشن کنم، خب چند ساعت این دستم باید باشه. آگاه باشی که تو اینو دستت میگیری چقدر باید تو دست تو باشه که آسیب نرسونه. آسیب به تو نمیرسونه، آسیب به وقتی که تو خودت باید باش زندگی کنی، ازش استفاده ببری. بعد همینطوری بعد واقعا میری یه جایی آدم اونقدر با خودش مهربون میشه، اونقدر با خودش اخت میشه. خیلی وقتا هست ما میگن از خود بیخبر شدی، نه با خودت میرسی، نه مثلا از مامانا میشنیدی، بعد الان از بچه ها ماما یه ذره با خودت برس، چرا نمیرسی؟ اصلا این نرسیدن این نیست که تو باید بری جلو میذارهش مثلا 7 قلمارش کنی. اینه که یعنی ول نکنی وجودتو، ازش استفاده کنی، هر لحظه‌شو فکر کنی این یه کاری من باید بکنم چون توم هست، حیفه، انگار که یه ذخیره این تو بوده و تو هر روز که بگذره چیز میشه، آب میشه میره. و اینی که میگه من به روشن شدگی رسیدم، خودش که نمیگه، یهویی میگن حالا این حرفای قدیمی زنه دیگه، ولی حالا راجبش صحبت که میشه میگه که وقتی که تو به خود آگاه شدی، فهمیدی توانمندی چیه، فهمیدی چه چیزایی تو وجودته. خب الان من میبینم شماها، هر کدوم از شماها در یک موقعیتی یه چیزی به من نشون میدی، من تعجب میکنم. الان مال سارا یه دفتر داره، این دفتره این نیست که کاراش عالیه، ولی این بردباری و ایستادگی که اینو خرابش نکنه، نه یا دوباره روی کاری که کرده فقط یه خرج کشیده. حالا چی شده؟ مثلا یه دفتر حروم شده، حروم نشده، توانمندیه که داره خودشو نشون میده. هر کدومو داریم میگم. مثلا